بزرگترین پیرو مولانا، عالم مشهور و معروف امروزه ترک، الله گلن میگوید که اصیلترین و قدیمترین ملت این منطقه تاجیکان باشند که از بین آنها مولانا باز دیگر حاجت به وی نمیماند که از آن کی است. یعنی ویها اقرارند که مولانا تاجیک است، از خراسان است، از افغانستان است و حاجت به کشمکش ندارد. البته هستند فردهایی که گروهایی که میخواهند که مولانا را به یک وسیله ترغیبات عقیده خود تبدیل دهند. اینها دیگر مقصد دارند. یعنی مقصد اینا مقصد علمی نبوده بلکه مقصد سیاسی است. مولانا خودش را گرچه در ترکیه به وی رسید لیکن خودش را همچون تاجیک حس میکرد و زبان تاجیکی را همچون زبان مادری به این درجه احترام میکند که در اون دوره که زبان عربی از نظر سیاست اون زمانه و دور یک زبان عالی مقام بود، میگوید که باز تکرار میکنه، میگوید که فارسی گو هرچی تازه خوشتر است، عشق را خود سر زبان دیگر است. وقتی که من یک 40 سال پیش حمایه کردم در به مولانا، در مسکو حمایه کردم. اونجا گفتم که همین مسئله سوال دادن که این ترک است یا تاجیک. گفتم که اتبونین یک عالم ترک می‌نویسد که the first Turkish philosopher was born in Balkh. بانگلیسی یعنی که اولین فیلسوفی که ترک ها حرمت میکنند و اولین شاعری که از همه اعلاتر بالاتر میشمارند مولانا جلال الدین در خراسان تولد یافته است و خراسانی است، یعنی تاجیک است. این مسئله بسیار قدیم است، پیش هم بود این گپ که ترک است تاجیک است. همون عالمای بهترین عالمای ترک میگن تاجیک است. اگر یک کلمه زد پنترکیس هست، البته پنترکیس ها و یا خود به طور خودشان و شرح میتین و میگوین که نیست از ما، لیکن من نخوردم راستش. به زوری این یا آن شخصیت تاریخی را از خود کردن، به زوری این یا آن شخص تاریخی را به این یا آن ملت منسوب کردن، این خیلی ممکن نیست. وی شخصیت تاریخی موقع خودش را خودش پیدا میکند. معنویات وی چگونه باشد همون طور میشد و تمام ملت ها مولانا را امروز نسبت به مولانا احترام دارند، احترام میگذارند و زبان تاجیک است. از این یگان گریز نیست. اگر با عبارت دیگر بگویم ادرسی این یا آن شخص، ادرسی ملی این یا آن شخص، این زبان میشه است و کدام زبانی که نمیسد از همون خلق است.